فرض کن فردا صبح باید یه تحقیق دانشگاهی تحویل بدی یا یه ارائه حرفه‌ای تو شرکت داشته باشی که نیاز به منابع معتبر، ساختار درست و یک فرمت استانداردی داشته باشه. حالا تصور کن فقط با نوشتن یک جمله، مثلا تاثیر هوش مصنوعی بر بازار کار ایران، و کمتر از 2 دقیقه بعد یک گزارش 40 صفحه‌ای با منابع واقعی، فرمت بندی درست و آماده خروجی PDF و ورد به زبون فارسی روان و حرفه‌ای جلوت باشه. این اپیزود درباره همون پروژه است، ولی موضوع اصلی ویدیو این نیست. موضوع اصلی اینه که چجوری این پروژه رو با یک ایجنت هوش مصنوعی بسازیم. به جای اینکه یک پرامپت بلند بالا بهش بدیم و از ایجنت داخل یک پرامپت بخوایم که کل خروجی رو به ما بده که نتیجهش یک خروجی پر از باگ و پر از غلط غلوط میشه، اینجا این شکلی عمل نمی‌کنیم. پس داخل این ویدیو قراره از 0 تا 100 و قدم به قدم مراحل ساخت این ایجنت رو با هم دیگه بررسی بکنیم. اگه می‌خوای فردا با خیال راحت یه تحقیق یا ارائه حرفه‌ای آماده داشته باشی، این ویدیو رو تا آخر ببین. درود بر شما دوستان، من محمد دهدار هستم. این هفته می‌خوایم درباره یکی از مهمترین مهارت‌های صحبت بکنیم که این روزا برای کار با ابزارهایی مثل کرسر، کلاود کد یا اوپن کد یا هر ایجنت دیگه‌ای یک نیاز مطلق محسوب میشه. اینکه چجوری یک پروژه بزرگ و چند لایه رو بهش بدیم که واقعا درست از آب در بیاد. ببین مشکل اینجاست که خیلی‌ها وقتی میخوان با هوش مصنوعی یک اپلیکیشن بسازن، میرن سراغ یک پرامپت تگ پاراگرافی. مثلا یک اپ بساز که فلان کار رو بکنه با فلان تکنولوژی و یو آیش هم قشنگ باشه دیگه، دیتابیس هم داشته باشه. و خب وقتی نتیجه رو میبینن یا اصلا کار نمیکنه یا معماریش قاطی پاتی، اینکه ایجنت اپ رو نصف نیمه رها میکنه و بدتر از همه اینه که اصلا نمیدونی چه جوری باید ازش استفاده بکنی. من داخل این ویدیو میخوام یک پروژه واقعی که خودم دارم روش کار میکنم رو با شما آنالیز بکنم. یک اپی که اسمش رو دیپ ریپورت گذاشتم، یک ابزاریه که قراره گزارش‌های حرفه‌ای و منبعدار رو توی کمتر از 5 دقیقه به ما تحویل بده. نشون میدم دقیقاً از چه ساختاری استفاده کردم که ایجنت بتونه قدم به قدم بدون گم شدن، بدون سردرگمی و بدون اینکه مجبور بشم 1000 تا پرامپت اصلاحی بدم، این پروژه رو از 0 تا 100 بسازه. پس بدون توضیح اضافه بریم سراغ ویدئوی امروزمون. چرا نمیتونیم همچین ایجنت یا همچین ساختاری رو با یک دونه پرامپت از ایجنتمون تحویل بگیریم؟ ببینید خب این پروژه چند تا لایه داره. یه دیتابیس پستگرس داره با 7-8 تا جدول به هم مرتبط. یه لایه روتینگ هم بین چند تا LLM پرووایدر و یه پایپلاین 9 مرحله‌ای که با هم دیگه دیدیم. و یه سیستم جستجوی وب با امتیازدهی منابع داره و خب PDF رو هم میاد با پلی رایت رندر میکنه و یه UI کامل هم داره که راستچینه و از متریال UI استفاده کرده. اگه من به ایجنت بگم که همه اینها رو با هم بساز، چند تا اتفاق میفته. اول اینکه ایجنت مجبور خیلی چیزها رو حدس بزنه، مثلا اسم فایل ها رو حدس بزنه، ساختار و پوشه ها، و اینکه کدوم لایه اجازه داره از کدوم لایه ایمپورت کنه. و خب چون حدس میزنه هر بار یه چیز متفاوتی میده. بحث دوم اینه که کانتکست ما محدوده. وقتی شما داری فایل شماره 40 رو مثلا میسازی، یادش میره فایل شماره 5 چه قراردادی توش بوده. هرچند که ما داریم از روش‌هایی استفاده می‌کنیم که بتونیم از کانتکستمون بهترین شکل بهره ببریم که توی ویدیوهای قبلی هم بهتون توضیح دادم. اما با این حال وقتی دیتا میاد کامپکت میشه که جا برای دیتاهای دیگه باز بشه، خواه ناخواه اون دیتاهای اولی که سیو شدن حذف میشن. و خب این شکلیه که اون یه دونه پرامپت وقتی مثلا وسط کارش میرسه ممکنه کل کانتکست رو مشغول کرده باشه و حالا بخواد بره استپ بعدی یا همه چیز از یادش بره و مجبور باشه که کل پروژه و کل کدایی که تا به الان زده رو دوباره بخونه. هم خروجی یکسانی نمیده، همین که توکن خیلی بیشتری مصرف میکنه. بحث سومی که خیلی برای من عجیبه، چرا همه با یک دونه پرامپت میان ایجنت هاشون رو میسازن، اینه که خب تست کردن رو غیر ممکن میکنید. اگر شما استپ بای استپ و پرامپت به پرامپت به ایجنتتون دستور بدید که براتون پیاده سازی بکنه، اون حالا نرم افزار یا هر چیز دیگه‌ای که مد نظرتون هست، میتونید در انتهای هر استپ خودتون تست بکنید، ببینید آیا به درستی کار میکنه، کار نمیکنه. اگر ایرادی بود توی همون استپ جلوشو بگیرید، نه که بذارید کل نرم افزار رو براتون پیاده بکنه و بعد در نهایت بخواید تمام ایرادات کلی رو با هم دیگه بگیرید که این اصلا یه کابوس عجیب و غریبی میشه. و خب ما اینجا قراره یه سری راه حل ها به شما بدیم که دیگه به این مشکلات بر نخوریم و بتونیم یه نرم افزار رو خیلی حرفه‌ای بالا بیاریم. اولین چیزی که ما باید انجام بدیم که توی ویدیوهای قبلی هم بارها بهش اشاره کردم، حتما پروژه ما باید فایل agents.md و design.md رو داشته باشه.
ببینید خیلی از ابزارهای ایجنت مثل کرسر، کلاود کد و حتی اوپن کد به صورت خودکار این فایل رو در ریشه پروژه شما پیدا میکنن و قبل از هر کاری میخوننش. خب پس به جای اینکه هر بار قوانین پروژه رو توی پرامپتتون تکرار کنید، یک بار اینجا مینویسیدش و ایجنت هم همیشه بهش دسترسی داره. حالا باید بخش بهش نگاه بکنیم که برای این پروژه ما چه agent.md رو اومدیم نوشتیم. اولین کاری که ما باید انجام بدیم این که استک تکنولوژی پروژه‌مون رو مشخص بکنیم. این که با Next.js هستش، اپروتر و تایپ اسکریپت هست که اینجا اومده براش توضیح داده با یک پایپلاین چند مرحله‌ای مبتنی بر LLM. ببین اینجا کامل میایم براش پروژه‌مون رو توضیح میدیم که پروژه در واقع چی هست، خروجی می‌خوایم به ما بده و پیش از نوشتن هر خط کد هم شما باید design.md و داک رو که بعداً بهش میپردازیم مطالعه بکنید. این دستوریه که در ابتدا میایم به ایجنتمون میدیم. تو بخش بعدی استک های ثابت هستن. میگه تغییر نده مگر اینکه معماری بخواد عوض بشه. این خیلی مهمه. این جلوی یه مشکل خیلی رایج رو میگیره. اینکه مثلا ایجنتمون وسط کار تصمیم میگیره یهو کتابخونه رو عوض کنه چون فکر میکنه اون کتابخونه‌ای که خودش فکر میکنه بهتره. ما اینجا با این دستوری که نوشتیم کاملا جلوی این کارو میگیریم. میگیم از همون کتابخونه هایی که توی استک اول تصمیم گرفتی تو آخر از همونا استفاده کن. یهو نه یه کتابخونه رو وسط کار تغییر بده. بخش بعدی هم ساختاربندی پوشه هاست که اینجا دقیقاً میگیم هر نوع فایل باید کجا بره. یعنی وقتی میگیم یه استیج جدید بساز، ایجنت میدونه دقیقاً باید بره توی فیچر، توی مثلا فیچر ریسرچ این استیج جدید رو بذاره، نه جای دیگه. نباید همینجوری یه فولدر خودش تو پروژه ایجاد بکنه و همینجوری بخواد خودش چیزی رو اد بکنه. اینم از این بخش ساختاره که وقتی بخواد یه چیز جدیدی بسازه میدونه کجا باید قرارش بده. و اینکه وابستگی ها و دیپندنسی ها که به نظرم خیلی بخش مهمیه. من مشخص کردم که مثلا لایه لیب که هسته پروژه هستش حق نداره از فیچر یا کامپوننت چیزی ایمپورت کنه. چرا؟ چون اگه این قانون نباشه بعد از چند هفته یه وابستگی دایره‌ای به اصطلاح بهش میگن سیرکولار دیپندنسی پیدا میشه که دیگه اصلا این قابل دیباگ کردن نیست. و یه نکته جالب که داره، من این قانون رو فقط توی مستندات ننوشتم، توی ESLint هم اومدم پیادهش کردم و از ایجنت هم خواستم که اینو توی ESLint پیاده بکنه که حتی من خودم هم بخوام دست ببرم توی کد و اینو تغییر بدم نتونم. یعنی ESLint به من گیر میده، به من خطا میده. یعنی اگه ایجنت اشتباه بکنه یا حتی خودم، یعنی اصلا فرقی نمیکنه، این خطا میده و نرم افزار اصلا ران نمیشه. یه سری قوانین سختگیرانه هم براش نوشتم که اینا هم واقعا مهمه. اینکه این قوانین جلوی یه سری از الگوهای بد رو میگیرن. مثلا دسترسی مستقیم به .env که ممنوعه و فقط از طریق lib/env میشه بهش دسترسی پیدا کرد. چون دلیلش چیه؟ اینکه من میخوام که یه جا مطمئن بشم همه متغیرهای محیطی ولیدیت شدن، نه اینکه هر فایلی رو بره به صورت جدا بخونه. خب این شکلی باعث میشه که موقع ران تایم مثلا نرم افزارمون بترکه. همین یکی از دلایلیه که من این کارو کردم. و اینکه دسترسی مستقیم ترجیحاً هیچ وقت به فایلای .env تون ندید. اینم یه پیشنهادی که من بهتون میدم، خیلی دیگه بیش از حد به ایجنتاتون اعتماد نکنید. و در آخر هم گردش کار رو بهش میگم، اینکه دقیقاً چه جوری کار بکنه. مثلا قبل از هر تغییر بره مستندات رو بخونه و برای تصمیم‌های بزرگ ADR بنویسه. و بعد از هر بخش یک PNPM verify رو هم اجرا بکنه که خیلی هم این مهمه. یعنی ایجنت خودش چک میکنه کاری که کرده درسته یا نه. اگه درست نباشه سراغ کار بعدی نمیره. agent.md میتونه خیلی طولانی تر از این باشه، نه صرفا 50 خط. من یه مثال ساده زدم. هر کدوم از این قوانین میتونن خیلی طولانی تر باشن. شما میتونید خیلی قوانین سختگیرانه تر، خیلی محدودترش بکنید. برای این پروژه من احساس میکنم همین هم کافیه. حالا میریم سراغ فایل design.md. خب این یکی برای بخش UI UXه. چرا جداش کردم از agents.md؟ چون این پروژه خب یه ترکیبی داره دیگه. یه متریال UI من استفاده میکنم برای کامپوننت ها و برای چیدمان هم از تیلویند استفاده میکنم. این ترکیب اگر شما حواستون نباشه میتونه خیلی راحت به هم بریزه. و اینجا اومدم دقیقاً این تقسیم کاره رو براش توضیح دادم. گفتم کامپوننت ها همه از متریال UI، کالر، تایپ، شیپ توکن ها بازم از متریال روی، ولی لیاوت مثلا فلکس و گرید و گپ و اسپیسینگ و اینا رو بیا از تیلویند استفاده بکن. اینجا براش کامل توضیح دادم که دقیقاً باید چی کار بکنه، کی از تیلویند استفاده بکنه و کی از متریال یو آی استفاده بکنه.
حالا بعد از این کانفیگی هم که اینجا واسش نوشتم، این که مثلا کالر چی باشه، پرایمری چی باشه، سکندری چی باشه، اینا رو براش نوشتم و توضیح دادم. تایپوگرافیمون به چه شکلی باشه، وزن فونت چی جوری باشه و اینا. اینجا اومدم این راست چین بودن رو هم براش توضیح دادم. و چون این پروژه فارسیه، یه بخش کاملی الان اومدم براش گذاشتم که مثلا به جای مارجین لفت مارجین اینلاین استارت استفاده بکن، چون اگه این رو نگم وقتی صفحه راست به چپه ولی کد مثلا چپ به راست فرض میشه، کل لیاوت رو میاد خراب میکنه. و خب هر بخش دیگه هم که لازم باشه رو اومدم براش توضیح دادم، اتمیک دیزاین ها رو به چه شکلی بچینه. و خب بخش دیگه هم اومدم به طور کامل براش توضیح دادم، اینکه پترن پیجا به چه شکلی باشه، مثلا استایل اسکلتن یا صفحه‌های خالی یا صفحه ارور به چه شکلی باشه، استایل پی دی افمون به چه شکلی باشه، اینا کامل براش توضیح داده شده. یه جارم بهتون نشون بدم، اینجا که من میام توکن ها رو تعریف میکنم، اینجا اگر دیگه بخوام مثلا پرایمری کالرم رو عوض بکنم، یه جا میام اینجا عوضش میکنم، بهش میگم برو تغییرش بده و رنگ پرایمری تمام بخشای پروژه میاد تغییر میکنه. دیگه نیازی نداره من همه جا برم دستی و دونه دونه اون رنگ مد نظرم رو قرار بدم. و خب بعد از اینکه ما این دوتا فایل رو آماده کردیم برای ایجنت و توی فولدر پروژمون قرار دادیم، نیازه که بریم پرامپت هامون رو آماده بکنیم. اینکه این پرامپت ها چی باشن دقیقاً، ماهیتشون چی باشه، محتواشون چی باشه که ایجنت بتونه برای ما دقیقاً اون چیزی که میخوایم رو پیاده سازی بکنه. فاز 0 پرامپت های ما در واقع یک توضیح راجع به این که پروژه ما چی هستش، که استکش چیه، اسمش چیه، چی کار میکنه و اون پایپلاین 9 مرحله‌ای و در نهایت خروجی پروژه ما چی باشه رو برای ایجنت توضیح میدیم. تا اینجای کار اصلا هیچ خروجی ایجنت به ما نمیده و برای اطمینان بیشتر هم میتونیم تاکید بکنیم که هیچ کد خروجی نده، صرفا دارم معرفی میکنم که تو پروژه رو بیشتر بشناسی. و خب پرامپت بعدی که میدیم باز هم هیچ کد اجرایی نداره و فقط مستندسازیه. دقت کنید ازش میخوایم یک سری فایل برای ما توی پروژه بسازه که در واقع مستندهای پروژه ما هستن، اونها رو هم ازش میخوایم که بر اساس agents.md و design.md بسازه. محتوای هر کدوم از اینا رو هم نشونتون میدم که علت ساختشون هم مشخص بشه. ببینید فایلی که برای من ساخته اومده معماری کل پروژه رو برای من به صورت، یعنی برای ایجنت به صورت یک دیاگرام ترسیم کرده. ساختار درختی پوشه ها رو کاملا براش ترسیم کرده، قوانین دیپندنسی ها رو براش نوشته و هر چیزی که ایجنت نیاز داره از معماری پروژه بدونه رو بهش گفته. فایل دیتا مدل هم تمام جدول هایی که ما توی دیتابیس داریم رو اومده داخل یک فایل داکیومنت کرده و هر موقع هم اگر ایجنت ما بخواد یک جدول جدیدی بسازه میتونه بیاد از اینا الگو بگیره، همونجور که توی agents.md ما بهش در واقع یادآوری کردیم که حتما داکیومنت رو برو بخون و به خاطر همین اگر بخواد چیز جدیدی اضافه بکنه حتما میره اون فایل مربوطه توی داکیومنت رو میخونه. مدل ها هم این که تمام مدل هایی که توی دیتابیس داره استفاده میکنه و تمام مدل هایی که حالا من دارم از اول ای آی و اوپن روتر استفاده میکنم، اینا همه رو داکیومنت کرده، اینکه فری هستن یا پولی هستن، لیمیتشون چقدره، از چه مدل هایی قرار استفاده بشه، به چه ای پی آی ما قرار ریکوست بفرستیم، تمام اینها براش داکیومنت شده. پایپلاین هم که همون پایپلاین 9 مرحله‌ای که اول ویدیو راجع به صحبت کردیم که نرم افزار ما قراره چه کاری بکنه، اینجا داکیومنت شده کامل و به طور کامل ایجنت میتونه هر بار که بخواد یک موضوعی رو مورد بررسی قرار بده، اگر فراموش کنه بیاد خیلی سریع اینا رو بخونه و یادآور بشه. و خب این پرامپت در واقع پرامپت های ما نیست، پرامپتی که ما به ایجنتمون میدیم. یکمی پیش در پیش شد، این ایجنتی که ساختیم، همین ایجنتی که قرار گزارش تهیه بکنیم ازش، اینجا اومدیم مثلا قوانین برای پرامپت نوشتن رو براش تعبیه کردیم که مثلا یک عنوان مثالی باشه براش. این رو هم باز خود ایجنت اومده تعبیه کرده و خیلی هم تمیز و درجه 1. بریم سراغ بقیه پرامپت ها. پرامپت های 3 تا 7 به هم دیگه مرتبطن و هر پرامپت یه جورایی بر پایه پرامپت قبلی ساخته شده و خب از اینجا بعد هم باید لایه لایه جلو بریم دیگه. اولین لایه مثل بخش های پایه‌مون مثلا env و لاگر و ارور و یا بعدش هم که مثلا دیتا
دیتا مدل ها شامل اسکیما دیتابیس، در واقع مدل هامون به چه شکلی باشه، مدل ها به چه شکلی روی دیتابیس ذخیره بشن. لایه بعدی لایه LLM هستش، روتینگ بین پرووایدرهای مختلفه و بعدش هم لایه سرچ. و خب بعد از همه اینها هم میریم سراغ اون 9 مرحله پایپلاینی که از ابتدای ویدیو دارم راجبش توضیح میدم و اساس کار نرم افزار ماست رو بهش میدیم که برامون پیاده بکنه. و توی پرامپت 7 حالا اینجا چون من این عکس رو با AI جنریت کردم خیلی واضح نیست، توی پرامپت 7 من صراحتاً براش نوشتم بعد از هر مرحله یک تست بنویس و قبل از رفتن به استیج بعدی هم منتظر تایید من بمون. یعنی من 10 تا استیج رو نمیرم یک جا بگیرم، هر کدوم رو جدا جدا میبینم، تست میکنم و بعد میرم سراغ استیج بعدی. در واقع ترتیب این پرامپت ها رندوم نیست. اول زیرساخت‌ها اومدن ساخته شدن چون همه چیز به این زیرساخت‌ها وابسته است. بعد دیتا مدل چون استیج ها باید بدونن با چه اسکیمایی کار میکنن. و بعد لایه خارجی LLM و سرچ که اینجا داریمش، چون استیج ها میان اینا رو صدا میزنن. بعد از اینکه فهمیدن با چه اسکیمایی دارن کار میکنن، استیج ها میان اینا رو صدا میزنن. و بعد هم توی پرامپت 7 میایم خود استیج هایی که نرم افزارمون ازش تشکیل میشه رو میسازیم. و بعد API روت ها رو براش توضیح میدیم که UI مون به طور کامل به API روت ها وصل بشه. یعنی استپ آخر ما میریم سراغ UI، دقیقاً برعکس چیزی که خیلی ها انجام میدن. خیلی اول میرن سراغ UI چون قشنگتره، زودتر نتیجه رو میبینن. یعنی خب اگه اول UI رو بسازی بعدا مجبوری بارها به عقب برگردی چون اون لایه های زیریت هنوز جا نیافتادن. در نهایت هم اون نقش PNPM Verify خیلی مهمه که براش همیشه توی پرامپتامون توضیح میدیم و ازش میخوایم که این کار رو انجام بده، که بعد از هر پرامپت یک دستور واحد رو باید اجرا بکنه و اون دستور واحد PNPM Verify، یعنی هم تایپ چک میکنه، هم ESLint رو در واقع اجرا میکنه، هم ایمپورت چک میکنه و هم تست میکنه. همه رو با هم انجام میده و هر کدوم فیل بشه سراغ پرامپت بعدی نمیره. این در واقع ساده ترین و موثرترین راهیه که شما میتونید از تجمیع این خطاها جلوگیری بکنید. در نهایت هم اپلیکیشن ظاهرش اینه که میبینید و خروجی که میده رو هم اول ویدیو با هم دیگه بررسی کردیم. تمام فایل هایی که نیاز دارید به ایجنتتون بدید تا شما هم یک همچین ایجنتی داشته باشید، یک همچین اپلیکیشنی داشته باشید که همچین کارایی داشته باشه رو من داخل یه لینک توی دیسکریپشن میذارم، میتونید برید ببینید، استفاده بکنید. تمام پرامپت ها و محتوای فایل agents.md و design.md. امیدوارم که استفاده کافی رو برده باشید. اگر ویدیو رو دوست داشتین خوشحال میشم لایک کنید، اگر نظری داشتید کامنت بذارید، حتما جواب میدم. براتون آرزوی موفقیت میکنم. تا ویدیوی بعدی، بدرود.